الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در ماه شریف رمضان یک سلسله برنامه درباره نازل شوی آیات های قرآن کریم و همچنین سبب نازل شوی همون آیات ها و قصه هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام روایت شده است آنها را شرح داده بودیم. اما چنانه که چقدر از دوستان خواهش کردند و طلب کردند که از بنده سوالهای زیاد می‌باید و خواهش میکنیم که به همین سوالها جواب داده برنامه کنید تا اینکه از همین سوال و جوابها دیگر دوستان و هر نفری که نیاز دارند به جواب آنها و فهمیدن آن مسئله های شرعی انشاءالله شروع میکنیم. و امروزه مسئله یکی از مسئله های خیلی مهم است به نظر بنده که بسیار نفرها میپرسند و حتی زندگی بسیاری از نفرها را ویران کرده است و خواب آنها را ویران میکنند. آن هم باشد این مسئله مهم، مسئله وسواس مجبوری. انسان بیماری که به وسواس گرفتار شده است آیا طلاقش اعتبار دارد یا ندارد؟ طلاقش میغلطد یا نمیغلطد؟ باور کنید برادران، یک چند نفرهایی که به همین بیماری وسواس مجبوری، برای چی مجبوری گفته ایستادیم؟ زیرا اینکه وسواس مجبوری از وسوسه هایی که انسان را شیطان وسوسه میکند فرق میکند. این بیماری است، بیماری روانی است. شخصی که به همین بیماری گرفتار میشود، نفری که بیمار نیست آن را فهمیدنش خیلی دشوار است، باور کنید. و این را به زبان روسی بیماری ابسسیو میگویند، ابسسیون کامپولسیون راسترویستو. این راسترویستو است، یعنی اختلال، اضطراب در روان و عقل همون شخص بیمار، یعنی واقعا اون شخص بیمار است و نمودش هر خیل می شود. امروزه مسئله که ما میگیریم مسئله در طلاق. انسان بیماری وسواس می شود در طلاق. هر لحظه طلاق شد، طلاق دادم یا ندادم، یا فلان کار را کنم زنم طلاق می شود گفته از ذهنش میگذارد. و همچنین گاه وقت می شود که وسواس خیلی سخت می شود، حتی حالت می شود که تلفظ هم می کند. و موافق فتوای جمهور علما و همچنین فتوای مذهب امام اعظم رحمت الله علیهم اجمعین، طلاق نفری که به بیماری وسواس مجبوری گرفتار شده است طلاقش حساب نمی شود و آرام باشد، قلبش را آرام کند، زندگیش را آرام کند، طلاقش نمی افتد. چنانه که الله تعالی در سوره بقره آیات های آخرینش الله تعالی می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و همچنین الله تعالی در دوام آیات می گوید که ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الله تعالی میگوید که من شما را بندگانم از تواناییتون، از طاقت نفستون بالا تکلیف نمی کنم. الله تعالی مهربان از ذاته. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. پروردگارا ما را از آن چیزی که توان برداشت آن را نداریم به آن گرفتار مکن. این دعای بندگان مؤمن و بندگان صالح هست که الله تعالی در سوره بقره آیات های آخرش الله تعالی بیان میکند. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود که عایشه رضی الله عنها روایت میکنند چنین فرمودند لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. طلاق حساب نمی شود و همچنین عتاق آزاد کردن غلام. فی اغلاق در حالت اغلاق. حالت اغلاق چگونه حالت است؟ حالتی که عقل پوشیده می شود، انسان خودش را کنترل کرده نمیتواند. بیمارانی که به وسواس گرفتار شده‌اند باور کنید کنترل کرده نمیتونند، بیمار شده است واقعا. و توصیه میتیم که آنها به نزد یگان روانشناس بهترین رفته معالجه کنند و همچنین توکل به الله تعالی کنند و همچنین آیت الکرسی و سوره اخلاص و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را زیاد بخوانند. هر صبح و هر شام کوشش کنند که در ذکرهایشون
سوره اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، این سوره ها رو بسیار تکرار کنند و الله تعالی رو دعا میکنیم که الله تعالی به آنها شفای کامل دهد. و همچنین تاکید میکنم که در اینترنت ها یک فتوای بسیار فتوای غلط مشهور شده است که یک چند نفرها میگویند که نفری که به وسواس گرفتار شده است اگر تلفظ کند به همون طلاقش چی می شود؟ اگر در دلش وسوسه شود طلاقش حساب نمی شود، اما وقتی تلفظ کند طلاق حساب می شود و طلاقش می افتد. میگویند این فتوا خطا است. بله درست است، در صحیح بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی که هم در صحیح بخاری و هم صحیح مسلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت به نفسها ما لم يعمل او یتکلم. الله تعالی آن چیزی که بندگانش در نفسشان خود به خود سخن میکنند الله تعالی آن را بخشیده است. مقصد سخنهای بد، بعضا شیطان وسوسه میکند در ذات الله تعالی، در بزرگی الله تعالی، یگانگی الله تعالی وسوسه های زیاد میبیاید و این چیز به هر یک انسان، یگان انسان از این چیز امین نیست، همین چیز میشود. گاه شیطان وسوسه میکند بر ذات الهی و بر چیزهایی که غیب است، مثلا وسوسه میکند از دل میگذرد. الله تعالی با مهربانیش و رحمت الله تعالی بخشیده است. در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ما لم یعمل، تا آندمی که عمل نکند موافق همون، او یتکلم یا سخن نکند، تلفظ نکند، یعنی با سخنهای کفری، سخنهایی که همون گاه از دلش میگذرد همون چیز نگوید، الله تعالی میبخشد. اما زیر این حدیث بیمار وسواس مجبوری، بیمار ابسسیف هرگز داخل نمی شود، چنانه که جمهور علما به این فتوا دادند. و همچنین از ابن عابدین رحمت الله علیه و همچنین ابن نجیم در کتابشان ذکر میکنند که از لیث ابن سعد رحمت الله علیه میگویند که لا یجوز طلاق الموسوسی ای لا یمضی. یعنی لیث گفته ایستادند که شخصی که به بیماری وسواسی گرفتار شده است طلاقش حساب نیست. بنابراین برادرانی که به بیماری وسواسی گرفتار شده اند توصیه میدهیم که به این چیزها و به این فکرهایی که زندگی آنها را و شب و روز آنها را ناراحت میکند و آنها را اذیت میدهد به این چیز اهمیت ندهیم و همچنین توصیه میدهیم که با یک روانشناس بهترین، متخصص بهترین مراجعت کرده خود را معالجه کنید. این چیز و این بیماری معالجه شونده است و چنانه که گفتیم این را بیماری ابسسیف میگویند. شخصان متخصص این را خوب میفهمند و راههای معالجه آن هست و از الله تعالی دعا میکنیم که الله تعالی همه بیماران را شفای کامل دهد. و همچنین در آخر میگوییم که بیماری وسواس نه فقط در طلاق است، همچنین در طهارت است، در نماز است، در رکعت‌های نماز است. اما امروزه مسئله ما تنها درباره طلاق بود و طلاق آنها حساب نمی شود. آرام باشید، مطمئن باشید. بازم دعا میکنیم که الله تعالی کلی بیماران اهل ایمان را شفای کامل عطا نماید و الله تعالی هر یکی شما را نگهبان باشد، زندگی شما را الله تعالی حفظ کند و هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند و سرفراز و سعادتمند گرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.